اهمیت بحث فاطمیه به این است که ما تاریکی و روشنی بشر، آفرینش، دنیا، آخرت رو ببینیم. کجا مسیر روشن است، کجا مسیر تاریک است. اگر مسلمان ها 10 بار در روز در نمازهای واجبشون سوره حمد میخونن و در اونجا درخواست میکنن و دعا میکنن که اهدنا الصراط المستقیم، به راه راست هدایت بشیم، راه راست که نمیشه از روی نقشه‌های دیجیتال پیدا کرد. راه راست رو باید بر اساس این آیات و روایات پیدا کرد. راه راست رو نمیشه با نرم افزار کامپیوتری پیدا کرد. راه راست رو باید با همینها جست. راه راست رو نمیتونیم ما بگیم ایستادیم راه راست بیاد زیر پای ما حرکت بکنه. راه راست باید ما بریم بیافتیم توش. راه راست این نیست که ما توی راه راست حتی افتادیم بگیم خب تا ته مسیر دیگه راه راست رو میریم. خودمون رو در راه راست حفظ بکنیم با اراده خداوند. راه اونهایی که صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، راه کسانی که نعمت داده شده از همانهایی که بر آنها غضب نشده. اگر حضرت زهرا سلام الله علیها غضب کردن بر عده‌ای و پیامبر فرمودند غضب حضرت زهرا غضب من و غضب خداست و ما تو نمازمون دعا کردیم خدایا راه کسایی که براشون غضب کردی رو ما نریم. و اگر ما اینجا روایت داریم که نعمت و بالاترین نعمت ولایت امیرالمؤمنینه، اگر ما داریم که تاکید بر چیزی نشد مثل تأکیدی که بر ولایت شد، نباید بیایم فکر بکنیم 10 بار این جمله رو در قرآن آمد در نماز خوندیم، این راه بالاخره کجاست؟ ما باید سعی بکنیم بهش نزدیک بشیم. فلذا وقتی ما فاطمیه رو میایم بزرگداشت میگیریم برای فاطمیه، اتفاقاتی رو بازگو میکنیم که احسن القصص هاست. احسن القصص از این باب که راه حق و باطل رو واضح داره به ما نشون میده.